با تشبث سفارت کره در تاجیکستان در شهر دوشنبه، فستیوال با شکوه فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 آغاز گردید. میدان 800 سالگی مسکو و باغ فرهنگی فراغتی کوروش کبیر مکان برگزاری این چرابینی کلانی فرهنگی انتخاب گردید. در این روز ساکنان و مهمانان پایتخت و دیگر دوستداران و هواداران فرهنگی کره شرکت فعال داشتند. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در ساحه فرهنگ برگزار گردیده ایستاده است. در فستیوال تماشابینان تاجیک امکانیت پیدا نمودند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس شوند. در این چهاربینی سفیر جمهوری کره در تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مهمانان و ساکنان پایتخت اشتراک نموده از فرهنگ از جمله سرود و رقص‌های جالب مردم کره حلاوت بردند. قبل از آغاز فستیوال نمایش محصولات شرکت‌ها و خوراک‌های کره‌ای که در دایره فستیوال مذکور گذرانیده شد، برای احساس کردن اعتماد به کره و درک تأثیرات کره‌ای کمک زیاد خواهند کرد. چرابینی مذکور همگی ابتدای تصدیق دوستی و رفاقت زیچ بین شهروندان و حکومت‌های تاجیکستان و کره میباشد. در این چرابینی مهمان و ساکنان پایتخت اشتراک نموده از فرهنگ از جمله سرود و رقص‌های جالب مردم کره حلاوت بردند. در دایره این فستیوال همچنین بازی‌های شب‌خوار و ویکتوریناها به راه مانده شد که ساکنان و مهمانان پایتخت در آن به واسطه اشتراک نمودند. 오늘 이렇게 두šan베에 من هم سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان بسیار خوشحال هستم که امروز در شام زیبای دوشنبه ما با حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری کره در یک جایگی فستیوال فرهنگی جمهوری کره را برگزار کرده ایم. مردم در سراسر جهان از جمله شهروندان تاجیکستان با شوق و هوس زیاد با پهلوهای گوناگون فرهنگ کره آشنا میشوند. از کیپاپ و صنعت زیبایی کره‌ای و فیلم‌ها و دراماهای کره‌ای. 우리 대사관은 2022년부터 이곳 두šan베에서 جمهوری کره و جمهوری تاجیکستان دارای ظرفیت‌های خیلی بلندی همکاری و طلبات زیاد برای تبادل متقابل را دارند، اما تا حال همکاری‌ها به دلیل شرایط مختلف چندان فعال نبودند. ولی از زمان افتتاح سفارت کره در تاجیکستان روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف از قبیل تبادل منصبداران عالی رتبه، همکاری‌های اقتصادی و تبادل فرهنگی با سرعت رشد کرده ایستاده است و حالا ما شاهد روند این تاریخی مهم برای هر دو کشور شده ایستاده‌ایم. علاوه بر نمایش محصولات شرکت‌ها و خوراک‌های کره‌ای که در دایره فستیوال مذکور گذرانیده شد، برای احساس کردن اعتماد به کره و درک تأثیرات کره‌ای کمک زیاد خواهند کرد. چرابینی امروز همگی ابتدای تصدیق دوستی و رفاقت زیچ بین شهروندان و حکومت‌های تاجیکستان و کره میباشد. جمهوری کره دشواری‌های جمهوری تاجیکستان را که بعد به دست آوردن استقلالیت در گذشته روبرو شده بود خوب درک می‌نماید. از این رو جانب کره همیشه آمادگی خود را برای رشد تاجیکستان اظهار می‌دارد. بعد برقراری مناسبت‌های دیپلماتی در سنه 27 اپریل سال 1992، رابطه‌های دو کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مبادله انسانی و دیگر ساحه‌ها منتظم رشد یافته ایستاده‌اند. خرسندی‌آور است که بعد طفیل افتتاح سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال گذشته برای تقویت مناسبت‌های همکاری هر دو کشور زمینه مساعد مهیا گردیده است. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته. سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سطح کاردار سال 2008 افتتاح یافته است. در این روز همچنین ویکتوریناهای گوناگون و بازی‌های شب‌خوار برپا کرده شد. سپس مراسم افتتاح هفته فرهنگی کره با اشتراک رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و سفارت جمهوری کره در تاجیکستان آغاز گردید. گفته شد که مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار شده اند. محض نتیجه سیاست دوراندیشانه و نیکبینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه‌های حیاتاً مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت‌های متقابل سودمند را به راه مانده‌اند. همزمان در راه نائل گشتن به هدف‌های گذشته قدم‌های استوار می‌نهند. 18 ایون فستیوال بزرگ کره با اشتراک سرایندگان معروف این کشور ادامه خواهد یافت.